میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. همه شما باشد. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟ پیغمبر خدا میگه ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوان مرد باشی به گپ هر آدم توجه ندی. سلام علیکم برادران عزیز. با شما توصیه میتونم میدونم پاست ام پلوس برای پروستاتیت، برای خنک زدگی، برای شخصانی که همخوابگیشون میگم دور و دراز نمیکشه و برای شخصانی که بی‌نسلن. استحصال ترکیه است. ارگینال یکی از برادرامون گرفت بودن تا حدود 6-7 سال مقصد به فرزند بدن، همین را یک دونش استعمال کردن و همین سبب شد که حق تعالی به آنها یک فرزند عنایت کرد. با تمام شهرهای روسیه را دستافکا داریم، با تاجیکستان متاسفانه نیست دستافکا. با شهرهای روسیه را هست دستافکا 1200 روبل عکس رفته است برادرها. успет کنین بگیرین، در واتساپ ما بنویسین. کسانی که حقیقتا خریدنی هستن همین چیزا بنویسین برادرها. وقتی ما را نگیرین، وقتی خانم ضایع نکنین. واقعا در پناه الله.